شما میتونید اصلا نونی استفاده بکنید. خب من نون توست استفاده کردم، اینم کره بادوم زمینی شکلاتی، الان تو همه فروشگاه ها هست. میتونید شکلات صبحونه، عسل، اصلا کره بادوم زمینی خالی، هر چیزی که بچه دوست داره بذارین. خب من اینجوری کره بادوم زمینی و موز و گردو میذارم، هم سالمه، همین که کلی انرژی میده و تا مدت ها سیر نگه میداره، باعث میشه که کسی مثلا هله هوله نخوره. واسه خودتونم حتی صبحونه خودتونم خیلی خوبه. حالا اسنکش میکنم. شما میتونید با هم نونی درستش کنید. خب میذارمش اینجا به این صورت، اینم میذارمش رو گاز، راحت درست میشه. این اسنک سازو ببینید انقدر سبکه، جنسش هم تفلونه. خب بعد شما هر اسنکی رو میتونید باش درست کنید. نگاه کنید چقدر راحت درست شده، میبینید؟ هر اسنکی رو با این میتونید درست کنید، حتی ژامبون و پنیر داشته باشه، قارچ داشته باشه، شام باشه، نهار باشه. ببین همینجوری رو شعله